رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که از نشانی‌های آخر الزمان یکی همیست که مردمای امروز به گذشته ها نفرین بگوید و بی‌ادبی بکند، از علائم قیامت است. بنان رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الله متعال ارشاد می‌دارد من عاد لی ولیا فقد اعلنته بالحرب. هر کسی که با اولیای ما دشمنی را آغاز بکنه، الله میگه در جنگش اعلام جنگ ما میتون. در حدیث دیگه میگه فقط بارزنی بالمحاربه، مرا برای جنگ فرا خوانده است. بنان ائمه ما، بزرگای ما، صحابه، تابعین، تبع تابعین اولیای خدا هستند. ما بسیار خرد مردم هستیم که با او شخصیت ها استغفر الله بی‌ادبی بکنیم. صحیح شد؟ بنان این دلیل بر بی‌ادبی و بی‌علمی و جهالت از او انسان است. بس انسانای جاهل را ترک بکنین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.